سلام بر سلطان جهان و سلام بر عزیزان جان. امیدوارم حال همگی عالی باشه. جبران خلیل در کتاب پیامبر میگه فرزندان شما به حقیقت فرزندان شما نیستند. آنها دختران و پسران زندگی اند در سودای خیش. آنها از کوچه وجود شما می‌گذرند اما از شما نیستند و اگر با شما هستند به شما تعلق ندارند. عشق خود را بر آنها نثار کنید اما اندیشه هایتان را برای خودتان نگه دارید، زیرا آنها نیز برای خود اندیشه های دیگری دارند. جسم آنها را در خانه خود مسکن دهید اما روح آنان را آزاد گذارید، زیرا روح آنان در خانه فردا زیست می کند. مکوشید آنان را مانند خود بار بیاورید، زیرا زمان به عقب باز نخواهد گشت. شما کمانی هستید که از چله آن فرزندانتان همچون تیرهای جاندار با آینده پرتاب شدند. عزیزان، ما مالک فرزندانمون نیستیم، ما صاحب اونها نیستیم. مالک و صاحب اونها کسی دیگه ایه. ما فقط اونها رو به وجود آوردیم که اونم تازه به خواست و اراده سلطان جهان بوده که اگه اون نمیخواست این اتفاقم نمیافتاد. ما فقط میتونیم راهنمایی برای فرزندانمون باشیم، تازه اگه خودمون الگوهای مناسبی باشیم، چون من و شما یا الگوهای مناسبی هستیم براشون یا درس عبرت خوبی براشون هستیم. بستگی داره به اینکه خودمون تا چه اندازه تونستیم موفق باشیم و چه جایگاهی رو در این جهان هستی کسب کردیم. تازه ممکنه ما راهمون از دید خودمون درست باشه ولی فرزندانمون راه دیگه ای رو انتخاب کنن. این حق اونهاست. شما اجازه ندارید همه چی رو به اونها تحمیل کنید. دائم فقط بخواید که حس کنید مالک اونها هستید. ما مالک هیچ چیزی در این جهان هستی نیستیم، حتی مالک خودمونم نیستیم. ما نفس کشیدنمونم دست کسی دیگه ایه، اجازهش باید از جای دیگه ای صادر بشه. شما مالک خودت هم نیستی عزیز من، مالک هیچ چیزی نیستی. بارها این رو گفتم. من در مورد بت پرستی یک کلیپی گذاشتم دیروز و گفتم که بعضی از عزیزان فرزندانشون رو میپرستن. این درست نیست. این در واقع مثل یک زنجیر میشه و شما مثل یک برده میشید و نمیذاره که شما حرکت بکنید. تمام فکر و ذکرتون میشه اون فرزندتون و از خودتون دیگه غافل میشین. رها کنید، آزاد کنید خودتون رو. هم خودتون رو رها کنید، هم فرزندانتون رو رها کنید. بذارید اونها هم به قول جبران خلیل برن به سمت آینده شون. به هر حال اونها تیرهای جانداری هستند که به سمت آینده پرتاب شدن. آره عزیز من، شما مثل کمان عمل کردید. دیگه رها کنید، آزاد کنید خودتون رو. این صحبت ها رو کردم چون دیشب یکی از مادرای پیج یک کاری رو کرد که نباید میکرد و من به شدت ناراحت شدم و به خاطر همین لازم دیدم که این تذکر رو بدم که حتما برای خودتون یک خطوط قرمزی رو تعریف کنید و از اون خطوط رد نشید. در هر موردی، به خصوص در مورد فرزندانتون رعایت کنید این مسئله رو و شما راهنمایی کنید و واگذار کنید به یک نیروی برتر در جهان هستی. واگذار کنید به سلطان جهان و مطمئن باشید که اون راه رو درست انتخاب میکنه، خیلی بهتر از شما. شما اگه دست از این کنترل کردن و این اضطراب و نگرانی بردارید و دست از این بت پرستیتون بکشید و رها کنید و واگذار کنید به سلطان جهان، قطعاً مسیر بهتری رو پیش روی فرزندان شما قرار خواهد داد و این استرس و نگرانی شما هم کم میشه، چون نیروی برتری در این سیاره وجود داره. آره، نگران نباشید.
رها کنید، آزاد باشید و خودتون و فرزندانتون رو واگذار به سلطان جهان کنید. مطمئناً نتیجه بهتری خواهید گرفت. خدا نگهدار.